به نام خدا بخشنده مهربان. با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. بنده امیدی هستم از شرکت مهام گستر. این ویدئو دسته بخش تهیه شده. بخش اول انتقال تصویر دوربین‌های مداربسته آنالوگ یا IP از طریق مودم‌های وایمکس. بخش دوم انتقال تصویر توسط مودم‌های ADSL و بخش سوم انتقال تصویر از طریق رادیوهای میکروتیک که یک مقدار در این زمینه باید دانش داشته باشید رو خدمتتون ارائه میکنم. توجه کنید که هیچ فرق نمیکنه که شما دوربین هاتون دوربین های IP باشه یا آنالوگ باشه یا تلفیق این دوتا رو با هم داشته باشین که اصطلاحاً دستگاهتون دستگاه DVR میشه یا MVR میشه یا دستگاه هایبرید. ماهیت این سه تا مورد به یه شکل هست و میتونید خیلی راحت با همین روشی که الان خدمتتون عرض میکنم ازش استفاده بکنید. خب قبل از هر چیز اگه شما میخواین تازه این کار رو شروع کنین و خیلی آشنایی در این رابطه رو ندارید، پیشنهاد میکنم مقاله‌ای که داخل سایتمون قرار دادیم رو مطالعه کنید. به وبسایت ما به نام ipam.ir مراجعه میکنین. در بخش دوربین مداربسته، انتقال تصویر دوربین مداربسته، یه بخشی وجود داره که چگونگی انجام این کار توسط ما قرار داده شده که خیلی راحت میتونین با ما تماس بگیرین و ما خودمون این کار رو براتون انجام بدیم. اگه خیلی علاقه دارین که خودتون این کار رو بکنین، یا آموزش انتقال تصویر در این بخش قرار دادیم که با مطالعه این تقریبا میتونم بگم که خیلی راحت میتونین این کار رو انجام بدین و بدون مشکل انتقال تصویر رو خودتون رو داشته باشین. این مقاله در مورد مودم های ADSL هست که خیلی ساده و راحت میتونین این کار رو بکنین. خب من میخوام این انتقال مودم ها با هم متفاوت باشه که شما راحت میتونین این کار رو انجام بدین. حالا چه میتونه وایمکستون ایرانسل باشه، موبیل نت باشه و یا هر وایمکس دیگه ای از هر شرکتی که تهیه کردیم. وارد صفحه مودم خودتون میشین که IP مودم من هست 192.168.01. با یوزرنیم پسوردی که دیفالت خود مودم هست و من تغییرش ندادم، یوزرنیم هست ادمین، پسورد هم هست ادمین، وارد پنل مودم خودم میشم. توی بخش استاتوس IP آدرسی رو که از این شرکت من خریداری کردم اینجا بهم نمایش میده. حتما توجه بکنید که IP استاتیکتون رو باید تهیه کرده باشین، در غیر این صورت با مشکل مواجه میشین و این انتقال تصویر رو نمیتونین داشته باشین. IP آدرسی که به من اختصاص داده شرکت موبیل نت 185.22c.203 هست و هر باری که من مودم رو بخوام خاموش و یا روشن بکنم این IP به هیچ عنوان تغییر نمیکنه. این IP اختصاصی هست و برای من اختصاص پیدا کرده و هیچ وقت تغییر نمیکنه. اگر شما این IP رو تهیه نکرده باشین، هر زمانی که مودمتون رو خاموش یا روشن بکنین در واقع این IP عوض میشه و نمیتونین کار انتقال تصویرتون رو داشته باشین. حالا میریم سراغ انتقال تصویر. توی بخش اپلیکیشن یه گزینه‌ای داریم به نام DMZ and Port Forwarding. توی این بخش DMZ and Port Forwarding شما هم میتونین پورت هایی که مربوط به DVRتون هست رو فوروارد بکنین، هم میتونین هر درخواستی که روی این IP تون بخواد بیاد مستقیم بفرستین سراغ دستگاه DVR یا MVRتون. توی این بخش اگر که میخواین مستقیم این کار رو انجام بدین و از گزینه پورت فورواردینگ استفاده نکنین و فقط یک دستگاه دارین که از این IP میخواین استفاده بکنین، فقط گزینه DMZ رو انتخاب میکنیم، این رو اینیبلش میکنیم. IP که روی دستگاه DVRمون قرار دادیم رو در بخش Private LAN IP قرار میدیم که من IP که در واقع روی دستگاه DVRم قرار دادم و نحوه انجامش رو هم بهتون الان آموزش میدم که چجوری میتونین تغییر بدین IP که روی DVRتون هست رو. اینجا IP DVR خودم رو در این بخش قرار میدم و اپلای میکنم. شما از گزینه‌های پورت فوروارد هم در این بخش میتونین استفاده بکنین.
من الان آی پی که در واقع روی دستگاه DVR هم میخوام قرار بدم آی پی 192.168.0.47 هست و میام در واقع این گزینه رو اپلای میکنم. یه مقدار منتظر میمونم که تغییرات اعمال بشه. حالا این آی پی 047 رو من باید برم روی دستگاه DVRم ست بکنم. حالا یا میتونین شما از قبل ست کرده باشین یا مثل من که قبلا آی پیش تغییر داشته بیام مجددا در واقع آی پی که میخوام رو قرار بدم. در این بخش وارد DVR خودمون میشیم. حالا نرم افزاری که من قبلا آموزشش رو داده بودم رو استفاده میکنیم. توی بخشی که در واقع هست یه بخشی به نام دیوایس کانفیگ داریم. وارد دیوایس کانفیگ میشیم توی بخش نتورکمون. اینجا ثبت میکنیم تا آی پی رو بهمون نشون بده. الان آی پی ادرسی که وجود داره 192.168.88.47 است که من باید اینو تغییرش بدم و به 0.47 تغییر بدم. این 88 رو من تغییر دادم به 0.47. توجه بکنین که دیفالت گیتویتون حتما دیفالت گیتوی آی پی مودمتون باید باشه. یعنی اینکه هرچی آی پی مودمتون هست باید دیفالت گیتویتون هم همون باشه. آی پی آدرس مودممون بود 192.168.0.1 که من همون دیفالت گیتوی رو اینجا قرار میدم. DNS هم خیلی ضرورت نداره تو این بخش که DNS همون چی باشه، ولی DNS هایی که الان وجود داره DNS های عمومی و پابلیکی که هست که تقریبا همه دارن استفاده میکنن ازش و مشکلی هم نداره. من اینو سیوش میکنم و این کار انجام میشه و راحت میتونم دیگه کار انتقال تصویر رو انجام بدم و هر ریکوستی که از سمت آی پی استاتیک من بیاد مستقیما میفرسته سراغ آی پی DVR خودم. خب دقت بکنین که آی پی استاتیکی که رو دارین رو میتونین توی براوزرتون در واقع بزنید و به DVR خودتون متصل بشین. حواسمون باید باشه که در خیلی از اینترنت ها و خیلی از سرویس دهنده هایی که دارین آی پی استاتیکتون رو اگر با همون اینترنت بخوایم بزنین قطعا باز نمیشه دستگاهتون و باید با یه اینترنت دیگه ای تست بکنین و این کار رو انجام بدین. به هر حال شما میتونین این آموزش رو در واقع خیلی راحت داشته باشین و به ریز، شاید یه مقدار من اجمالی براتون توضیح دادم ولی به ریز میتونین داشته باشین. برای استفاده از DVRتون هم یه نرم افزاری رو من براتون آماده کردم که میتونین اونجا راحت در واقع تو سایتمون بردارین و آموزشش رو ببینین. در بخش دانلود نرم افزار میتونین این CMSی که براتون گذاشتم رو خیلی راحت دانلود بکنین. در این بخش دو تا گزینه هست اینجا، در واقع هم دانلود نرم افزار رو میتونین داشته باشین هم آموزش گام به گام رو. آموزش گام به گام رو راحت میتونین کلیک بکنین و به دیتیل براتون توضیح داده شده و امیدوارم بتونین ازش خیلی راحت استفاده بکنین. با سپاس، خدا نگهدار.